در ایران باستان ما با همچین قدرتی دست پیدا کردیم. کاملا درسته. 100 میلیارد خرید و فروش شد توسط یک آقای سیبیلی که اسمش رو نمیارم، معلم تو خوزستانم هست. بیشتر از این توضیح نمیدم که کی این رو خریده، چون درست نیست. فقط حالا این بنده خدا میون کلمتون میگفت ما رفتیم 400 میلیارد اهوازم هست 100 میلیارد تومان به این داده و این رو خریده. ولی خب من گفتم ایها الناس، مردم برید به اون 3-4 تا احمقی که این رو در آوردن بهشون بگید که گوسار بادبر به شما 1000 میلیارد میده و این رو از شما میخره. ولی اینها متاسفانه حالا خرید. این آدم 900 میلیارد تومان سود کرده، معاملش هم حلال نوش جونش. ولی ای کاش آقایی که میای یک چیزی رو از یک انسان میخری که خودت میدونی 1000 میلیارد قیمتشه، ای کاش به این بدبختا 500 میلیارد میدادی، 500 میلیارد میذاشتی تو جیبت. و این واقعیت این امره. ای کاش اون آدم 500 میلیارد به اینها رو میداد، همه پول رو نمیخورد. ولی خب متاسفانه دیگه هیچی دیگه از دست در رفت و از کشورم خارج شد. اطلاع دارم و الان هم در امارات هستش. الان هم در